این ویدیو خوب نگاه کن. 3 تا گوی آماده حرکت هستن. 2 تای اول زودتر رها میشن و همه فکر میکنن برنده همونا هستن، اما سومی با کمی تأخیر شروع میکنه. شاید در نگاه اول عقب افتاده باشه، ولی با تمرکز روی مسیر و ادامه دادن و استفاده از هر فرصتی که براش هست قدم به قدم جلو میاد و در نهایت اونه که برنده واقعی میشه. این تصویر به ما میگه دیر شروع کردن هرگز به معنی دیر رسیدن نیست. مهم اینه که شروع کنی، در مسیر بمونی، کمک بگیری و نگاهت به جلو باشه. همونطور که یک ضرب‌المثل قدیمی میگه بهترین زمان برای کاشتن یک درخت 20 سال قبل بود، ولی دومین بهترین زمان همین الانه. شاید امروز نقطه شروع تو باشه، همینی که الان داری میشنوی. پس نذار رویاهات بیشتر از این منتظر بمونن. بلند شو، حرکت کن و اجازه بده روزی برسه که به خودت بگی خوشحالم که اون روز شروع کردم، حتی اگر دیرتر از بقیه بود، اما شروع